جوان دختری را به نهایت دوست می داشت. روز برای خواستگاری به خانه آنها رفت. دختر گفت به شرطی که مادرت به عروسی نآید. اون جوان در کار خود درماند. به نزد استاد خود رفت و با استادش چنین گفت: در سن 3 سالگی پدرم از دنیا گذشت و مادرم برای اینکه خرج زندگی امان را تامین کند در خانه های مردم رخت و لباس می شست. حالا دختری که به نهایت دوستش دارم شرط گذاشته است که بدون حضور مادرم حاضر است با من عائله دار شود. نه فقط این، بلکه این گذشته مادرم مرا خجالت زده کرده است. به نظر چی کار کنم؟ استاد به او گفت: از تو خواسته دارم به منزلت برو و دستان مادرت را بشوی. فردا به نزد من بیا، برایت میگویم که چی کار کن. جوان به نزد مادرش رفت. به حوصله دستهای مادرش را در حالی که اشک از چشمانش سرازیر میشد انجام داد. زیرا اولین بار بود که دستان مادرش را در حالی که از شدت شستن لباسهای مردم به قوت و فرسوده شده بودند، طوری که وقتی آب را روی دستانش میریخت از درد به لرزه میافتاد. پس از شستن دستان مادر نتوانست تا فردا صبر کند و بلافاصله به استاد خود زنگ زد و گفت: ممنونم که راهی درست برایم نشان دادی و من مادرم را به امروزم نمیفروشم، چون مادر زندگیش را برای آینده من تباه کرده است. عزیزان من، قدر مادران برسید، چون که مادر رنج نیافته است.